بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربان. سلام دوستان عزیز، خوش آمدین به برنامه خودتون، به آشپزخانه خودتون. امیدوارم مال تک تک شما نازنین ها خوب باشه به هر جایی که هستین. امروز بازم به خدمت شما عزیزان هستیم با یک الوای گور یا مکاچیک میگیم. امروز درست میکنم و با شما عزیزان در میان میگذاریم. خب از تعریف از الوای گورمون که بگم، خب خیلی هم مقوی و خیلی هم خوب است، مخصوصا برای خانمایی که تازه بچه به دنیا میره یا خانمایی که باردار هستن. ولی فقط خواهش ما از خانمای باردار همی است که اما زعفرانش استفاده نکنه، که چون برای خانمای باردار زعفران خوب نیست، برای بچهش ضرر داره. خدای نکرده یک وقت سیق نشونه. دیگه این الوایی که درست میکنم برای خانمای باردار دیگه خیلی خوب است. امروز برای یک دوسته عزیزم این رو درست میکنم و میبرم. یک نینی خوشگل به دنیا آورده، دیدن نینیش میرم. دیگه توصیه از ما شما عزیزان امی است که فقط اول و آخر خواهش ما برای خانمای باردار که زعفرانش استفاده نکنید. دیگه امیدوارم که تا خیلی خوشتون بیاید و از ویدیومون اگر خوشتون آمد فقط لایک و کامنت حمایت از ما یادتون نره. ما لازم داشتم معرفی میکنم کاچی یا ما الوای گوری که خودمان داریم. حالا با همین مقدار گور داریم که از فروشگاه افغانیا میگیریم. حالا اینش اضافه نمیکنم، این خرد کردش اضافه میکنم. همه افغانیا میشناسه اینا را که طعم شیرین و طعم گرمی داره. 200 گرم 150 گرم کره داریم. با همین مقدار هم که چیز داریم، گردو و بادام داریم، زعفران داریم، یک لیوان شیر، پودر هل، آرد سفید. حالا شروع میکنیم به درست کردن تا شما دوستان عزیز ببینید. خب حالا همین آبش اضافه میکنیم همراه شیرش. حالا این بزرگ کرده که اضافه نمیکنم، فقط نشان دادم که گور است. اینا که خورد کردیم اینا اضافه میکنم. ولی کسایی هم اگر از اینا خانه نداره گور نداره میتونه شکر هم استفاده کنه. ما رو میذاریم جوش بخوره. خب چیزایش آب شونه. خب حالا شربت ما سر جوش آمده. گروهایی که داشت همه آب شده. کمی زیرش من خیلی کوچولو کوچولو. بعد حالا یک کمی زعفران اضافه میکنم. کمی زعفران که زعفران هم مقوی است، هم گرم، هم بوی خیلی خوب داره. یک قاشق دیگر هم قاشق چایخوری کوچیک است. پودر هل اضافه میکنم. خب حالا شربت ما آماده شد، میذارم کنار. دیگه لازم نیست از دوستان عزیز که خیلی جوش بدید و قلیش شونه، اینا همینطوریش خوب است دیگه. حالا این بادام گردویی که داریم داخل خردکن میریزیم، اینا رو پودر میکنیم. خب گردوهای ما پودر شد. حالا روغن اینجا کره که دارم داخل مایتابه اضافه میکنیم. میذاریم آب شونه. خب از این آردی که داریم هم 3 قاشق پور اضافه میکنیم داخل مزی روغن ما. هم 3. حالا تفت میدیم آردمونه. حالا بعضی زیادتر درست میکنه، باید 2 برابر کنه. نه که ما کم درست میکنم برای یک نفر. این غذایی که درست میکنم برای خانمایی بچه تازه به دنیا میره یا خانمایی که باردار است خیلی مقوی است. ولی خانمایی که باردار است چی زعفران نباید استفاده کنه، که زعفران چون برای زنای باردار خوب نیست، ضرر داره برای بچه‌شی. ولی برای زنای زچه خیلی خوب است چون مقوی است، هم گرم است. دوستان عزیز آردمان تفت شد، زیاد تفت نمیدم ولی رنگش تغییر کرده ببینید. حالا اینا رو اضافه میکنم. یک
تفتی با اینا میدم. بعد شربتش اضافه میکنم. زیادم تفت نمیدم. حالا شربتش اضافه میکنم. دوباره شربتش کم کم باید اضافه کنیم. رنگش قشنگ و خیلی زیبا نباشد ولی خیلی یک طعم گرم داره، خیلی مقوی است، چون با پای اولش با کره، گور، همین بادام و همین چیزای مقوی و گرم است. بادام و گردو هم خودشون همطور گرم است، هم مقوی است. خب دوستان عزیز، کاشی ما درست شد. زیرش خاموش میکنم، درش میبندم یک چند دقیقه، 5-6 دقیقه خود دم بکشه بعد میکشه. خب دیگه کاشی ما آماده. خب حلوای ما آماده تمام شد و دیگه امیدوارم خوشتون آمده باشد. دیگه لایک و کامنت هم یاد شما نره. تا ویدیو بعدی، خداحافظ شما.